هر یک دقیقه عمرمون را ما می توانیم تنها یک بار پس سر نماییم. امکانیت دوم نیست. فرض کردیم که حالا بیزنس کشادیم. آن را باید چطور اداره کنیم؟ مشکلی کلان همین است. چرا ارتل ثروتمند گشت، میلیاردر شد؟ آدمان در 3 حالت پول میدهند. میگوید که خودم آهسته آهسته، تا خودت آهسته آهسته میروی که بازار تغییر مییابد، مزاج هم تغییر مییابد، ایده ای تو کهنه میشود، محصولاتت کهنه میشود، دیر میکنی. مثلا هنگام انتخابی بیزنس، انتخابی سمت آن، کدام خصوصیت ها مهمند؟ با این ظرف نگاه کنید. گذشتن آب به این ظرف وابسته است به جای تنگش. با مهنت جسمانی زندگی را تغییر دادن ناممکن است. مبل عالی خریدن شرط نیست، آن فایده نمیارد. در نوبت اول پول را به کار صرف کردن در کار که فایده عمیق بیارد. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. تشکر. ما امروز از دیدار شما خیلی شادیم. تشکر عزیزم. ما می‌نداریم که شما پیشنهادی ما را رد نکردید و برای انجام دادن مصاحبه به اینجا آمدید. رحمت دادرم. پس میتوانیم سر کنیم؟ بله خدا خواهد. سلام علیکم بینندگان گرامی. این مصاحبه را تا آخر گوش کنید. به فکرم این بچه ها سوال های خوبی آماده کردند که جوابشان برای شما خیلی فایده بخش خواهد بود. این امکانیت شنیدن چنین مصاحبه ها و به خود مصلحت های مفید گرفتن در آینده حتما شما را کار می آید. این خیلی منفعت بخش است برای آن که آدمان برای مشورت 1 ساعته مبلغ زیاد می دهند. شما حالا می توانید رایگان به سوال ها جواب گیرید. از این رو به فکرم این پیش از سال نو تحفه خوبی می شود. سوال یکم، کمی درباره بیزنس های خود معلومات دهید. این زمان من 27 شرکت دارم. با شمار هالدینگمان و فاند خیریه‌مون همگی 27 شرکت دارم و 24 تای آنها درآمد می‌آورند و 3 تای دیگر یک فاندهای خیریه‌ای میباشند و 2 دیگر شرکت اداره کننده هالدینگ است که با اداره کنی دیگران مشغول است. شکر خدا همه 24 شرکت هم درآمدناکند. بعضیشان درآمد زیاد می‌آورند، بعضیشان کم. بیزنس های من عبارتند از مغازه تکنیک ها و در ازبکستان، تاجیکستان قرار دارند. یعنی منظورم تکنیک های روزگار، یخدان ها، تلویزورها، چنگکچک و دیگر. این چنین مغازه هایم در سمت عطر فروشی فعالیت میکنند. 2 برند دارم. در این سمت مغازه هایم خیلی خوب کار میکنند. شکر خدا کار برند نو ریچ ارام را از ماه می شروع کردم. آن مغازه ها در روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان هستند. همگی 112 مغازه. کار را از ماه می سال روان سر کردیم. در برندهای قبلی من 459 مغازه تأسیس دادم و حصه های خود را فروختم. در برند دیگر لایف استایل پرفیوم ما 64 مغازه داریم. آنها اساساً در روسیه و قزاقستان هستند. در ازبکستان، در تاشکند یک چند مغازه دیگر دارم. این چنین سمت دیگری ما مغازه های آپتیکا هستند. آنها اساساً در قزاقستان 24 تا اند. ما عینک ها می فروشیم برای بینش خوب، حفظ چشمان از آفتاب و غیره. همچنان برای حفظ سلامتی چشمان می فروشیم علاوه های فعال بیولوژی برای برقرار نمودن بینش و غیره. بیزنس دیگری من در قرقیزستان است. ما محصولات ورزشی می فروشیم. امیگا سپورت، تجهیزات ورزشی و عموما هر چی که به ساحه ورزش ربط دارد پیشکش می نماییم. باز در قزاقستان بیزنسی دیگر دارم. ما محصولات ساختمانی می فروشیم و مانند شیرش ها، رنگ ها برای استحصال کنندگانی که لوله ها می سازند و غیره. آن در قزاقستان از شرکت جاینت. معنای این کلمه انگلیسی محصولات شیرشی است. همین طور است. فوتورامگنوم مرکز پرودوسری می باشد که فیلم ها را به نوار می گیرد. اساساً به استحصال کینو سر و کار دارد. آن در مسکو قرار دارد. الکی 5 فیلم روی نوار آمد. خلاصه چنین کارها را می کنیم. باز هست ارخ مارکت. ما میوه های خشک می فروشیم. این مغازه های ما در روسیه قرار دارند. این چنین شرکت های ساختمانی داریم که بیناهای بلند آشیانه می سازند. این شرکت ها در تاجیکستانند. ما در خوجند یک چند بینا ساختیم، مکتب خصوصی ساختیم و اکنون در دوشنبه می سازیم. در آنجا یک میکرورایون را گرفتیم. شکر خدا نیت داریم که پس از سال نو کارها را سر کنیم. باز یک تجارت داریم که به کشاورزی مربوط است. کشت زردآلو، سیب، بادام، پیسته، گیلاس، آلو و ناک. کشتزارها در منطقه های گوناگون تاجیکستان قرار دارند. جای 60 گکتار، جای 100 گکتار و جای 1000 گکتار.
همین طور ما کار را پیش میبریم. کشاورزی را به راه مانده ایم. شرکت دیگری داریم، افتامید در تاجیکستان. آن اساساً به بنیاد مرکزهای تقسیم کنی یک لخت مشغول است. امروز مرا با یک خوشخبر خیلی خرسند کردند. به من فرمانی را فرستادند. آن قرار پالاتای عالی جمهوری تاجیکستان است. شرکت من با حکومت جمهوری تاجیکستان شرطنامه بسته است، وابسته به مرکز لوجستیکی. شکر خدا من از حکومت کشورم خیلی سپاسگزارم، زیرا ساحه صاحب کاری را خوب دستگیری میکنند. به کسانی که درست کار میکند واقعا یاری زیاد میرسانند، به هر کسی که با وجدان پاک کار میکند. و شکر خدا که امروز به من آن قرار را فرستادند. مجلس نمایندگان برگزار شده است و آن نمایندگان در بابت دستگیری همه‌جانبه شرکت ما چنین قرار را قبول کردند. من در آنجا مرکزهای تقسیم کنی یک لخت بنیاد میکنم در مناطق گوناگون، در دوشنبه، خوجند و ولایت ختلان. در همین سمت‌ها کار میکنیم. خوش باز دیگر شرکت‌هایی داریم که آن نیز در تاجیکستان فعالیت میکنند. یعنی ما با نام خانه دانش مرکزها داریم. وظیفه اساسی مرکزهای مذکور این است که به مردم دانش دهد. ما می‌خواهیم در همه شهر و ناحیه‌ها کتابخانه سازیم. آنها نه کتابخانه، نه مرکزی ترینینگ و نه کوارینگ هستند، بلکه فراتر از آنهایند. در آنجا کتاب‌ها هستند، دیسک‌ها و اینترنتی بی پول هست و هر روز چاره‌بینی‌ها، واخوری‌ها با آدمان موفق برگزار می‌شود. گاه با بیزنسمن‌ها، گاه با سیاستمداران و غیره. قریب که هر روز و هر هفته چند واخوری و چاره‌بینی ها می شود. یعنی من با این چی گفتن می خواهم؟ ما پلتفرمی ساخته ایم که می توانیم توسط خواندن کتاب ها، با واخوری ها، با صحبت ها به جوانان امکان دهیم تا استعداد خود را با راه های دسترس به کار ببرند. رسالت خانه دانش انا همین است. زیرا آدمانی هستند که میخواهند استعدادهای خود را استفاده برند. آنها راههای انتخاب کسب، طرز انتخاب پیشه‌شان را میجویند، اما نمیدانند، زیرا به چنین آدمان دسترسی ندارند. پس به خانه دانش ما آمده امکان پیدا میکنند که راههایش را بیابند و یا از تجربه داران بپرسند و یا آن ادبیاتی را خوانند که در این باره نوشته شدند. ما شماره فراوان و یا برزیاد انواع کتاب‌ها را داریم، وابسته به تجارت، به رشد شخصیت. این کتاب‌ها گرانبهایند و به بسیار آدمان دست نارسند. در آنجا باشد میتوانند رایگان خوانند و اگر خواهند میتوانند به اجاره گرفته به خانه‌شان برند با نرخ 1 یا 2 سامانی. کتابی که $100 است با 2 سامانی میگیرند و یک شبانه روز میخوانند. بر عوض 10 سامانی 4-5 روز میخوانند و بعد برمیگردانند. چرا کس باید برای خواندن کتاب پول سپارد؟ برای آن که کتاب کهنه شود و دیرتر باید آن را عوض کرد. بهترین این لایحه اجتماعی است. ما باز همین گونه سمت‌ها، لایحه‌های بیشمار بشردوستانه، فرهنگی و معارفی داریم. من مکتب‌ها می‌سازم. مکتب آکسفورد را ساختم. بار نخست در تاجیکستان من وکالت اجازتنامه آکسفورد را خریدم و حالا باز ادامه دادن می‌خواهم. دانشگاه‌ها ساختن می‌خواهم. در ناحیه‌ها مکتب‌ها ساختن می‌خواهم. از حساب پول‌هایی که به دست می‌آوریم چنین کارهای نیک می‌کنیم. من ساحه معارف را بسیار دستگیری می‌کنم. ساحه تکنولوژیا، اینوواسیون و ساحه استحصال محصولات طبیعی را. این سمت‌هایی می‌باشند که به آنها دقت دادن در کار است. در این راه تجارت می‌کنیم. باز در تاشکند تجارتی داریم، ریچ کاسمتیکا. 2 مغازه ما در تاشکند و یک تاش در الماتی است. آهسته آهسته کلانتر می‌کنیم. محصولات آرایشی می‌فروشیم. محصولات خوش صفت می‌فروشیم. از برندهای گوناگون محصولات همکارانمون را از کشورهای ترکیه، کره، ژاپن، اسپانیا، ایتالیا می‌فروشیم. خلاصه کار می‌کنیم. این سمت خیلی خوب است. شما این کارها را به خاطر چی می‌کنید؟ یعنی مضمون زندگی شما از چی عبارت است؟ از بهر چی زندگی می‌کنید؟ این مهمترین پدیده است. من خود را انسانی روشن فکر می‌شمارم و مضمون زندگی من خیلی غنی است. من چون این فکر میکنم، زیرا من کاری میکنم که مرا خوشبخت میگرداند و من الهام میبخشد. به خاطر چی این کارها را میکنم؟ 2 پدیده مهم است. یکم، من نمیتوانم حیاتم را همینطور عادی گذرانم. حیات را نباید همینطور عادی گذراند. آن خواه و ناخواه میگذرد. عمر به هر حال میگذرد و من نمیتوانم آن را بیفایده گذرانم. این یک.
و دوم، تمام محتوای عمرم را من به سما بخشیدم. آن مرکزی ترینینگ هاست، مکتب سما. هر کسی که پیش ما می آید، ما با او یاری می کنیم تا استعداد خدادادش را به کار برده تواند. و من باوری دارم که آدمانی بیفایده و نادرکار نیستند. خدا به هر یک انسان استعداد معینی داده است، اما این استعداد را یافتن و استفاده برده توانستن در کار. و طبیعی است که ما به بیزنسمن ها کمک میکنیم تا بیزنس و آرزوهای خود را عملی نمایند توسط خدمت رسانی های منفعت بخش و محصولات فایده‌ناک. با آدمان زیاد برای خلاصی از قرض و کردیت ها یاری میکنیم تا آنها مفلس نشوند و تجارتشان را بای ندهند. همچنان به والدان کمک میکنیم تا فرزندانشان را آنگونه‌ای که آرزو میکنند تربیت نموده به وایه رسانند. کورس های ما به 4 سمت نگرانیده شدند. یکم برای صاحبان بیزنس ها، دوم برای عامه مردم که ما معلومات ناکی اقتصادی را می آموزانیم، زیرا ما فهمیدیم که نیازمندی آدمان را اداره میکند، احتیاج اداره میکند، نیازمندی را اداره کرده نمی شود. تو آدمی خوبی یا بد باید فرزندانت را خورانی، فرق ندارد. خواه و ناخواه پول خدمت رسانی های کمونالی را پرداخت کردن در کار. وقتی انسان معلومات اقتصادی دارد، او به نیازمندی پیروز می آید. او آسانتر قرار می برارد، آسانتر فکر می کند درباره نیروها و ارزش‌های معنویش. اما اگر او گرسنه و نیازمند باشد، او در هر جایی که کار پیشنهاد می کنند رفته کار می کند و او دیگر وقت نمی‌یابد که آرزوهایش را عملی نماید. از این رو در سمت دوم ما محض راه‌های تقویت اقتصادی را می‌آموزانیم. سمت سوم ما رشد شخصیت و بهتر نمودن مناسبت عائلوی است. سمت چهارم ما راه‌های تربیت نمودن و به وای رسانیدن کودکان نابغه است. کودکان مستقل که می‌توانند تشکیلاتچی شوند، پیش قدم باشند و غیره. از این رو وقت شما از من میپرسید که مضمون زندگی شما چیست؟ پس برآوردن شخصیت‌های نیرومند بیشتر، کمک به آدمان بیشمار جهت روشنفکری است. یکی از هدف‌های حیاتم تربیت نمودن 100 میلیونر است، ساختن مکتب‌های بیشمار. این هدف‌ها فراتر از حدود حیات است. هدف‌های فراتر از حدود حیات چیست؟ آنچه که بعد از سر خود ماندن می‌خواهم، که 14 عددن. من آنها را کیها نوشتم. من بعد از سر خود 2 فیلم گذاشتن میخواهم. این چنین 50 کتاب. توسط کتاب به حیات نسل‌های آینده تاثیر مثبت رساندنیم. 100 شاگرد میلیونر، اقلاً 10 مکتب، 100 شرکت. یعنی میخواهم بعد از سر خود 100 شرکت باقی گذارم. برای چی 100 شرکت؟ داشتن حصه ها از 100 شرکت مختلف معنای آن را دارد که من زمان مفلس نخواهم شد. این طور نخواهد شد. به هر صورت یکی از آنها ضعیف و دیگری قوی تر می گردد. بعضی شاگردانم کارهای مرا دوام خواهند داد یا احتمال فرزندانم و غیره. وظیفه من بنیاد سیستم و استراتژی برای 500,000 سال آینده است. پیش از آن که رخت سفر می بندم. من الکی روی خط کردم، چون که نمیدانم کی میمیرم، اما انیق میدانم که میمیرم، ولی نمیدانم کی. از این رو استراتژی طولانی ترتیب دادم. من این استراتژی را ترتیب دادم و باقی میگذارم. حتما شخصی پیدا می شود، احتمال از میان کارمندانم که این کار را خواهد کرد. میخواهم از خود فوند خیریوی گذارم. میخواهم اقلاً 10 گس بمانم. تاجیکستان مخصوصاً از منبع‌های آب بای است. من جهت ساختن نیروگاه‌های برقی آبی کار خواهم کرد. چرا؟ چون که من این را خیلی ضرور می‌شمارم. خدا به یک کشور نفت و به ما آب داده است. پس باید آن را ثمرناک استفاده کرد. این ثروت است. اگر خوبتر نگاه کنیم، به کشور بیش از آران داده است، به دیگر نفت و گاز، باز به دیگر اقیانوس و بحر و غیره که بودجه دولتشان از حساب محصولات بحری غنی گردانده می شود. به ما باشد آب و کوه داده است، پس ما باید این منبع ها را درست استفاده کنیم. باید این کارها را سر کنیم. من میخواهم فرزندانی با آداب و دانشمند داشته باشم. من نوشتم که هر کدام آنها کدام ساحه را میخوانند و باید چگونه انسان شوند. انا همین هدفهای فراتر از حدود حیات است که من گذاشتن میخواهم و این کس را تشویق میکند. من بعد از سر خود کمش میلیون درخت ماندن میخواهم. ما در نقشه داریم که کمش در 10,000 گکتار زمین کشت کنیم و این چنین 1 میلیون درختان بی‌حاصل. درختان حاصل دهنده از این هم بیشتر خواهند شد، چون که در باغ اینتنسیوی در 1 گکتار به حساب میانه تخمیناً 2500 نهال شناندن ممکن است و اگر شکل قطرش 3 به 6 باشد، پس
550-600 نهال شناندن ممکن است. پس این خیلی خوب خواهد بود. خلاصه من با چنین هدفها کار میکنم. بعضن بچه ها از من میپرسند آخر پول دارید اما شما خیلی زیاد کار میکنید. این طرز حیات من است. من به طور دیگر زیستن نمیتوانم. من واقعا آدمان را نمیفهمم. آنها خیلی سستند. به نهایت سست عمل میکنند. این نبض زندگی من است. من همین خیلی زندگی میکنم. من همین طور خودم را خوب حس میکنم. بار همسرم به من گفت آخر ما شرایط و امکانیت‌ها درآمدها داریم. شاید بس باشد. شاید شما کم کار کنید. من با او گفتم اگر کار نکنم من میمیرم. زیرا مضمون زندگیم را من در همین میبینم. آفریدن چیزی، ادامه ایجاد پدیده‌های نیک، آفریدن محصولات نو، خدمت رسانی‌های نو، پیشنهاد امکانیت‌ها، جستجوی جوانانی که میتوانم با آنها یاری کنم، منفعت بخش باشم. مضمون اساسی حیاتی من فایده بخش بودن است. این شعار زندگی من است. اگر حالا ما صحبت میکنیم از این واخوری باید نفعی باشد، هم به شما هم به من و هم به بینندگان. اگر از یگان کارم نفعی نباشد من به هیچ کجا نمیروم. راست میگویم. گپ‌های هوایی گفتن در کار نیست. باید آید به چیزی مصلحت کرد و آن باید فایده بیارد. من حتی بیهوده شناس شدن نمیخواهم. از این شناسایی باید سود باشد. من میخواهم پدری سودمند باشم، استاد فایده‌ناک، انسان فایده بخش در روی زمین، دوست فایده بخش باشم. اگر من در هر دقیقه عمرم فایده بخش بودن نتوانم، چنین میشمارم که پس همین دقیقه من زندگی نکردم. آن از دست رفت. بعضا به من می نویسند شما را 2 دقیقه ممکن، 10 دقیقه ممکن. من می گویم اگر یکون کاری فایده‌ناک باشد بیا وام می خوریم و یا به من نویس با فکت مشخص. همین طور بیاید صحبت می کنیم. به یک پیاله چای شما را دعوت می کنم. من از این کارها سیر شدم. برایم جالب نیست چون که از این سود نیست. برای آن که من حالا 43 سالم، سال به سال عمر می گذرد و من میخواهم هر دقیقه عمرم را با شعورانه سپری نمایم، روشندلانه. هر یک کارم را با خیره‌دانه کردن میخواهم. این فرق دارد زندگی با شعورانه و زندگی خود به خود. وقتی وابسته به احتیاج خود به خود زندگی میکنی و وضعیت را اداره میکند، این دو چیزی فرق کننده است. ولی با شعورانه زیستن تو را باطناً کشف میکند. وقتی همسرم به من گفت که شاید باز می ایستید، گفتم که گوش کن. من باز به دنیا می آیم یا نمی آیم نمیدانم. عمر به کس یک بار داده می شود. در یکی از کتابهایم من نوشتم که هر یک دقیقه عمرمان را ما می توانیم تنها یک بار پس سر نماییم. امکانیت دویم نیست. از این رو می خواهم تا حد امکان خودم را سنجم. مکسیموم وقتی که داده شده است آن را تا حد امکان سنجیدن می خواهم. من به چه قادرم؟ سقراط فیلسوف بزرگ چنین گفته است: تنبل نه آن کسی است که هیچ کار نمی کند. تنبل آن کسی است که کم کار می کند در قیاس با آنچه که قدرت داشت. برای آن که مثلا شما می توانستید به 100 خال کاری کنید اما به 50 خال کردید. ولی شما می توانستید کاری با صفت و خوب کنید اما شما نیمش را کردید. پس شما انیق تنبلید. آن آدمی که هیچ کار نمی کند پس او کردن نمی تواند. از این رو او تنبل نیست. تنبل آن کسی است که از عهده کار می براید. او می توانست از خود محصولات عالی گذارد. شاید به مردم چیزی خوب داده می توانست اما در نیم راه باز ایستاد. از این رو او تنبل است. سقراط فیلسوف بزرگ است. او چندین هزار سال پیش زیسته است و چون من این را خواندم فکر کردم واقعا درست گفته است. در حقیقت ما از آدم ناعهده برای یگان محصولات خوب منتظر نمی شویم. هیچ کس منتظر نمی شود. هیچ یک جمعیت. ولی انسان صاحب هنر و قابلیتناک باید هرچی بیشتر خود را برای مردم فدا کند. این مهم است. یک هنرمند مردمی سابق اتحاد شوروی هست. نامش چه بود؟ ارمنستانی، جیگرخانیان. او چنین گفته است: از زنگ زدن دیده کهنه شدن بهتر است. استعدادهای بزرگی هستند که زنگ میزنند، طرز استفاده خود را یافته نمیتوانند. مثل آهنی که زنگ میزند و همان زنگ آن را میخورد، نیست میکند. همین خیل آهنها هستند و هست آهنی که فایده آورده است و تدریجاً کهنه شده است. درست. پس از زنگ زدن دیده کهنه شدن بهتر است. هر روز خود را چه خیل نقشه بندی میکنید؟ ولی این سوال خیلی مهم است. همه کارهای من با نوبتند. با نوبت. مثلا برای آن که مرا فهمید به این ظرف نگاه کنید. ببینید. گذشتن آب به این ظرف وابسته است به جای تنگش.
درست؟ خودش چقدر باشد همان قدر آب میگذراند، نه از آن بیشتر و غیره. زندگی ما باشد مهم نیست که چند سال است، 40 سال، 50 سال، 100 سال، حجم گذرانندگیش 24 ساعت است هر روز. و فرق ندارد که شما چند ساله اید، 20 ساله اید یا 50 ساله اید، ثمره بخشی یک خیل است. آنچه که ما و شما حالا در اینجا استفاده میبریم 24 ساعت است. از این رو من چنین طرح را استفاده میبرم. 6 ساعت خواب میکنم، 5-6 ساعت. من ارگانیسمم را عادت کناندم. غیر از این من کم میخوابم. 2-3 هفته من 8-9 ساعت میخوابم تا که از خواب سیر شوم. اگر من 5 ساعت بخوابم خیلی بالیده روح و نیرومندم، اما اگر 7-8 ساعت بخوابم سست و بیحال میشوم. تمام روز خودم را ناخوش حس میکنم. بعضی آدمان 10 ساعت میخوابند. آنها به این عادت کردند. همه بیا ریتم خود، ساعتهای بیولوژی خود را دارد. خوش ارگانیسم را عادت کنانیدن ممکن است. خلاصه حالا نقشه هر روزم را با شما قدم به قدم میفهمانم. ریجه زندگی ام را. سحر وقتی از خواب میخیزم پیش از همه دوام 1 ساعت من با تمرین روانی مشغول میشوم. ذکر میکنم و در یک وقت قرآن را گوش میکنم. این عادتاً تا نماز بامداد. اگر بعضا سخت خسته باشم اول نماز بامداد را میخوانم و بعد دوام میدهم، اما هر روز حتما 1 ساعت من تمرین روانی میکنم. من خیلی خوب میفهمم که برای انسان موفق و فایده بخش شدن، برای آن که خدا کارهایت را اداره کند، تو را نگاه دارد، این مهم است. وقتی خدا تو را نگاه دارد بدی به تو تاثیر نمی کند. آدمانی بعد خود از خود از حیات تو دور می شوند، از کارهایت بدی ها خود از خود دور می شوند و غیره. و قرائت 1 ساعته هر روزه قرآن مرا از نو تربیه کرد. من تفسیر قرآن را هم میخوانم، اودیویش را گوش میکنم، یعنی ترجمه و تفسیر قرآن را. همینطور ذکر هم میکنم، وقتم صرف میشود. بیشتر به این 3 ساعت وقت صرف میکردم، زیرا 1 ساعت قرآن میخواندم، بعد 1.5 ساعت ذکر میکردم. این وقت میگرفت. حالا برای صرف کردن وقت وریانت اودیویی را فعال میکنم و تفسیر اودیویی را با ترجمه اش گوش میکنم. گپ سری آن است که من باید چیکار کردنم را فهمم، نه اینکه کورکورانه گوش کنم و یا چون توتی سوره های قرآن را تکرار کنم. گپ سری آن است که باید فهمم که باید چی طور زیست، زیرا آن محتوای حیات است. قرآن رفتار بد را نمی آموزاند، آن درست زیستن را می آموزاند. من هر سحر این کار را می کنم. یکی از اسرار حیاتی من همین است. من هر سحر آن را می خوانم و هر چی گفته شده است می کنم. آنجا چی شرح هست می کنم و دوام روز می کوشم آن را عملی سازم. هر روز. الکی 1 چند 10 ساله می شود. این کار را هر روز می کنم. سپس تخمینا 40 دقیقه بالای خود کار می کنم با مدیتاسیا و سرباری جسمانی. بیشتر این وقت زیاد را می گرفت. حالا باشد 30-40 دقیقه برایم بس است. یعنی من 5-10 مشق وزن می کنم. این به دل من و غیر فایده می بخشد. مرا در موازنت نگاه می دارد، نیرو می بخشد. با قوت بودن خیلی مهم است. زندگی وقت نیست. اکثریت چنین فکر می کنند زندگی نیروست. این چی معنا دارد؟ آدمانی هستند که وقت زیاد دارند اما نیرو ندارند تا کاری کنند. آنها مثل بطری بی‌ضرریتند، مثل تلفن بی‌ضرریت. زندگی نیروست. نیرو باشد کس چیزی می سازد، وگرنه هیچ چیز ساخته نمی تواند. حتی آدمان صاحب معلومات و با عقل هیچ کار کرده نمی توانند. دانش خود را استفاده برده نمی توانند، چون که به خود باوری ندارند. چرا ندارند؟ زیرا جوش و خروش، الهام، نیرو، انرژی ندارند. برای همین کاری کردن نمی توانند. همین طور سلامتیم را حفظ می کنم. سپس تا ساعت 9 سحر من هیچ کس را قبول نمی کنم. هیچ کس را قبول نمی کنم. من با استراتژی خود مشغول می شوم. درباره نقشه هایم فکر می کنم و غیره. من قریب که کسی را قبول نمی کنم. تا ساعت 9-10 کسی را قبول نمی کنم. تخمینا دوام چند ساعت؟ تخمینا دوام 1.5-2 ساعت. من فرمولای 90 دقیقه را استفاده می برم. 90 دقیقه خیلی ثمره بخش است. هر روز من باید با استراتژی خود مشغول شوم. یعنی درباره تجارتم، استراتژی حیاتم فکر می کنم، اندیشه می رانم و غیره. سپارش ها را می نویسم و به کسانی لازمه می رسانم و غیره. یعنی این وقت است که هنوز مغز سرم استراحت کرده است، آزاد است، در حالت تواضع است و غیره. سپس از ساعت 10 تا 14 و یا بعضا از ساعت 10 تا 16 ترینینگ های من سر می شود. من ترینینگ را خدمت حساب می کنم. آن کار نیست.
همزمان آن برایم مثل معلومات دهی است و همچنان مثل خدمت کردن است. یعنی من با همین کار به آدمان فایده میرسانم. اگر من ترینینگ نداشته باشم از ساعت 10 تا 14 کارهای تجارتی ام را میکنم، یعنی با بیزنس های مشغول میشوم. اگر روزانه با بیزنس مشغول شوم، بعد نصف روزی با کارهای اجتماعی ام مشغول میشوم تا ساعت 18. اگر ترینینگ باشد پس خدمت به مردم. پس بعد ساعت 16 با کارهای بیزنس مشغول می شوم. از ساعت 18 با اهل عائله‌ام وقت می گذرانم. 2-3 ساعت هر شام. اگر در کشورهای دور باشم طریق اسکایپ و یا واتساپ صحبت می کنم. من باید فهمم که پسرم امروز چه کار کرد. این برایم مهم است. دانستن می خواهم که امروز دخترم چی خواند. من برای هر یک فرزندم استراتژی مخصوص دارم. مثل لباس و اندازه آن برای هر کدامشان نقشه ها دارم. برای هر کدامشان. و من آرزوی هر یک فرزندم را میدانم. با آنها گپ میزنم و این وقت میگیرد. و این وقت برای دیگر کار نیست. یعنی مثلا من این وقت را برای پسرم جدا کردم، پس کار دیگر نمی کنم و تنها با او کار می کنم. روز دیگر با این، روز دیگر با آن، همین خیل است. این وقت برای اهل عائله‌ام است و آن را به کسی نمی دهم. بعد بعضا از ساعت 20 تا 22 هر گونه ویبینارهای من سر می شود و یا من با برخی شاگردان فردیم وا می خورم. نوابسته به آن که دوام روز می کوشم به سوالهای شاگردان فردیم و یا شریکانم و یا مدیران بیزنس هایم جواب دهم، زیرا در تشکیلات ها مسئله های زیادی پیدا می شود و من جواب می دهم. بعضا شام من برای این 1 ساعت وقت صرف می کنم. بعضا دوام کار جواب می دهم. اما واخوری با شاگردان فردیم را من بیشتر به قسمت شام می گذارم. ما تخمینا از ساعت 21 تا 23 صحبت و مشورت می کنیم. کارها را محاکمه می کنیم. من همین خیل. بهترین. وقتی من همین خیل می گذرد و این باید دائم همین خیل باشد. این همه نقشه بندی شده است. یاوری من می داند که این همه کی و در کجا برگزار می شود. مثال اگر امروز کسی وابسته به بیزنس زنگ می زند و برای او وقت خالی نیست، یاورم می گوید پگاه. او می گوید نه امروز. یاورم می گوید می بخشید نمی شود و او را در نوبت می گذارد. چون این نقشه بندی خیلی مهم است. بعضن کارها زیاد و بعضن کارها خیلی کم. نه نباید این خیل شود. اگر این همه را در مجموع گیریم، من همه را چنان جابجا کردم که 24 ساعت یک شبانه روز را چقدر تقسیم می کنم. عادتاً 6 ساعت می خوابم، 6 ساعت تحصیل، 6 ساعت عبادت به خدا و 6 ساعت کار، بیزنس. من از 6 ساعت زیادتر یگان کاری نمی کنم. نه ترینینگ نه کاری دیگر. همین خیلی کار می کنم. اگر 6 ساعت ترینینگ نباشد پس 6 ساعت بیزنس می کنم. روزم انا همین خیلی می گذرد. در 6 ساعت قسمت عبادت به خدا من قرآن می خوانم، به آفریدگار اطاعت می کنم، نمازها می خوانم. حتی وقتی که با تربیت فرزندانم مشغول می شوم، چنین می شمارم که این نیز عبادت به خداست. وقتی من کارهای خیر می کنم و یا وقتی که در یوتیوب رایگان برآمد می کنم، این همه را من کار خیر می شمارم. این را خیریه جاریه می نامند. درست؟ خیریه جاریه ده؟ بله، صدقه جاریه. صدقه جاریه همین خیل نامیده می شود. همین طور ما به اهل عالم خدمت می کنیم. همین طور به مردم خدمت می کنیم. غیر از نقشه های هر روزه، آیا هستند کارهایی که شما هفته یک بار میکنید و یا ماهی یک بار میکنید؟ بله حالا میگویم. و من نقشه استراتژی ام که برای 100 سال ترتیب داده شده است کمک میکند. من نقشه 100 ساله عمرم را کشیدم و در این نقشه 100 ساله قید شده است. مثال من میدونم که اگر خدا خواهد در 50 سالگیم باید در کجا باشم. در 70 سالگیم، در 80 سالگیم و در 100 سالگیم. و چون این گونه فهمیشی دقیق است، میدونم که برای رسیدن به این هدفها باید سستی نکنم، به هر سو دقتم را روانه نکنم. وقتی کسی آمده به من ایده های گوناگون پیشنهاد میکند، میبینم که اگر این ایده مرا به هدفهای زندگیم نزدیک کنند پس میکنم، وگرنه رد میکنم. خلاص این نقشه 100 ساله است. غیر از این من نقشه های هر ساله دارم. برای هر سال من نقشه دارم. مثلا امسال من میدونم که چی کارها باید کنم. آن طبق ماها نوشته شده است. همچنین نقشه های هر هفته ای ندارم. هر هفته ای نه.
نقشه با ثمرترین هر هفته‌ایانه می باشد. نقشه هر هفته‌ایانه کوتاه است و فراموش نمی شود. هر روز جمعه من این نقشه را تحلیل می کنم، از نظر می گذرانم و یاوری من هر روز جمعه نقشه های آینده را به من می فرستد، به من زنگ می زند و با من موافقت می کند. برای هفته آینده؟ بله، هر روز جمعه قبول می کنم، برای آن که من آدم بسیار سرکارم. وقت برای من غنیمت است و یاوری من این همه را تشکیل می کند. اسیستنتی من و آدمان مدیران واحدهای تجارتی من زنگ میزنند و او جواب میدهد. من هر هفته با راهبران هالدینگ هایم وا میخورم و آنها در نوبت خود با مدیران واحدهای تجارتی خود، با راهبران واحدهای تجارت خود ماهی یک بار وا میخورم. قریب دوام 2 سال من همین خدمت کردم. امسال باشد میبینم که راهبران هالدینگ ها الکی آماده اند. اکنون من میتوانم با آنها ماهی یک بار وا خورم. دوامش را خودشان اجرا میکنند. ولی ما گزارش ملایم انجام می‌دهیم. من باید باوری حاصل کنم که او به این کار قادر است. تنها در این صورت می‌توانم به سطح دیگر برایم و اگر بینم که او به این کار قادر نیست، نمی‌توانم این کار را کنم. از این رو همین طور است. از همه ثمره بخشترین نقشه هر هفته‌ایانه است. برای چی؟ هدف کلیدی موجود است هر هفته. این چی معنا دارد؟ معنایش آن است که ثمره بخشش در چیست؟ دوام هفته چند کار به انجام رسانیده شد؟ چند کار را انجام دادی؟ دوام هفته من چنینم. 6 سپارش را باید کمش در یک روز اجرا کنم. در یک روز 6 سپارش را باید اجرا کنم. از هم از زیاد 10. از 10 بیشتر به دوش نمیگیرم. پیشتر چه خیل بود؟ به اندیشه 20 می نوشتم و فرصت نیافته عصبی می شدم. پیشتر همین خیل بود. وقتی کس روی خط کلان نویسد فرصت نمییابد، بعد عصبی می شود. این عاقبت خوب ندارد. کس همیشه وزنینی و فشار را حس می کند. آن نیروی کس را می گیرد. کس حس می کند که از عهده‌اش نمی براید. کار اجرا شده به کس الهام می بخشد. از این رو من کوشش می کنم که روز 6 سپارش را به انجام رسانم. هر روز می کوشم که 6 سپارش را پوره اجرا کنم. نتیجه 6 سپارش هر روزه اجرا شده در یک هفته باید به هدف اساسی رفته رسد. اصلا هدفها زیادند، اما هدف اساسی هست. هر هفته من چنین است. سپارش ها بسیارند، اما یکیش اساسی است. من میکوشم حتما آن را اجرا کنم. برای چی نقشه هر هفته‌ایانه ثمره بخش است؟ زیرا بعضا کس میتواند یگان سپارش امروزش را اجرا نکند. آن میتواند به روز دیگر افتد. اما من باید تا آخر هفته حتما اجرا کنم. آن را اجرا کردن ضرور است. وقتی من چنین طرز کار را سر کردم، این نتیجه خوب داد. سال به سال ما خوب رشد یافتیم. سالهایی بودند که ما 300% انکشاف یافتیم. حجم کار و درآمدمون افزود. سالهایی بودند که 100%، سالهایی بودند که 60%. خلاصه هر خیل پیش می رویم. شما درباره فیلمتون گپ زدید. من فیلم شما رو تماشا کردم. میلیون. از میلیون یکی. بله. و در آن لحظه بود که از زیر پایتان من پول مییابم. بله، شما پول مییابید. این چطور شده بود؟ اصلا کارمندان ملیسا پولهای مرا 3 بار گرفتند. 3 بار. همان سالهای 90 آن برای من پول خیلی زیاد حساب می شد. باری از من 3000 و چند روبل گرفتند. انیقترش تخمینا 3700 روبل. فکر کنید 625 روبل برابر $100 بود. 3500 روبل تقریبا $700 می شود. با $700 کوارتیر خریدن ممکن بود. آخرین بار از من همین قدر پول گرفته بودند. مرا لوچ کرده همه پولهایم را گرفتند. 3 بار چنین کردند. با جز گرفتن پول پاسپورتم را در راندن مرا به قبولگاه مخصوص فرستادند. این خیلی علم آور بود. وقتی من از آنجا برآمدم، آمده در یک خرک در مسکو نشستم. من سخت دعا کردم. صدقاً دعا کردم. حتی برای مترو پول نداشتم. با عذاب رفته رسیدم. صبحی بر وقت بود، دریا دارم. ساعت 6 سحر مترو کار میکرد و من آمده خواهش کردم. من پول ندارم. حالا از ملیسا خانه آمدم. التماس مرا برید. و آنها مرا بردن. من به کیفسکی وокزال آمدم. آنجا را خوب میدانستم. برآمدم. در آن خرک نشستم. من صدقاً دعا کردم. و در همانجا بناگاه من یک چیز را درک کردم. آن این خیل بود. من می گفتم خدایا،
چرا با من چنین شد؟ آخر من کسی را فریب نمی کنم. من مهنت حلال می کنم. اما این از روی انصاف نیست. خودتان گویید. مگر این از روی انصاف است؟ تو بر عوض 80 روبل 22 تانه کارتوشکای پراکنده را می‌فروری دوام 1.5-2 شبانه روز و تو این پول را نقپیده آن را کسی دیگر کشیده می‌گیرد. مگر از مهنت من هم مهنت حلالتر است؟ نیست. 22 تانه کارتوشکا را به خلطه بار می‌کنی. سپس آن همه را به ترازو می‌مونی. الکی باز 22 تانه دیگر. سپس از ترازو به انبار می‌بری. همگی 66 تانه می‌شود. بر عوض 80 روبل. هیچ کس به این کار راضی نمیشد. من از کار نمی ترسیدم. من در دهه در کوهستان به وای رسیدم. من کارهای جسمانی زیاد می کردم. از کار نمی ترسم. از کار خسته نمی شوم. آن کار را کردم چون که به من پول در کار بود. برای چی به روسیه رفتم؟ برای پول کار کردن. و بعد فکر کردم آخر با مهنت حلال پول کار میکنم، درست؟ من فریب و حیله نمی کنم، نمی دزدم، ولی چرا این پول ها به من نصیب نمی کند؟ من کار میکنم ولی پول مرا ترک میکند. من کار میکنم پول از دست من میرود. آخر مهنت حلال میکنم اما پول نصیبم نمیگردد. سبب چی باشد؟ من فکر میکردم من زحمت میکشم و کارمند ملیسه با پول من پیوه میخورد. من عرقی جبین ریختم. من این را می دیدم. علم آور بود. می گفتم خدایا فهمیدن نمی توانم. من چی کار خطایی می کنم؟ پس به من صبر ده، به من عقل ده تا فهمم که چی خطا کردم. و همان وقت بناگاه من 3 چیز را فهمیدم. یکم چیزی که فهمیدم شنین بود. من به تو پول دادم ولی تو به حال خودت می خندی. من کم هم باشد پول داشتم، کار میکردم، اما کوارتیره خوبی را به اجاره نمی گرفتم. من بعضا در کوچه ها و یا دیگر جای ها میزیستم. همان وقت تا حد امکان پول بیشتری را صرف میکردم تا که پول جمع کنم. انا آنگاه فهمیدم. طوری که میگویند به جان جبر کردن در کار نیست. چون که این جان از تو نیست، آن را خدا به تو داده است. امانت. من این را دقیق فهمیدم. همان وقتا؟ بله، این را دقیق فهمیدم. کسی که به جان خودش جبر می کند یا هر کی این امانت الهی را حفظ نمی کند و یا خودش را عذاب می دهد او هیچگاه باید نمی شود. هیچگاه. من این را همان وقت دقیق فهمیدم. با تار و پودم فهمیدم. تو چی قدر پول کار نکنی هیچگاه باید نمی شوی. چون که تو الکی از حد گذشتی. در این صورت تنها سلامتیت را باید می دهی. تو نگو که نصیبی من چنین است، رزق من همین است و یا تقدیر. اصلا این خیل نیست. این انتخاب توست. تو تنها این را نفهمیده میکنی. همان وقت من این را عمیق فهمیدم. از حد زیاد به خود جبر کردن در کار نیست. نه. اگر خدا داده باشد بسیار صرفه و اکنام کردن در کار نیست. من یکم همین را فهمیدم. دوم چیزی که فهمیدم، با مهنت جسمانی زندگی را تغییر دادن ناممکن است. من صدقاً دعا کردم، گفتم خدایا مرا به راه درست هدایت کن، زیرا میدانم زمان همش خوب می شود. تو همه را می بینی، تو عادلی. تنها به من نیرو ده تا از این سنجش هایت گذرم. و بناگاه فکری به سرم آمد. آیا تو یگان کسی را می دانی که با مهنت جسمانی بای شده باشد؟ همین خیل فکر می کردیدم؟ بله، فکر مثل ادراک الهی می فهمید. گویا کسی به تو می گوید، تو تحلیل می کنی، اندیشه می کنی. من چخور فکر می کردم یگان کسی را نمی دانم که با مهنت جسمانی ثروتمند شده باشد. برعکس، آدمان زیادی را می دانم که با مهنت جسمانی بیمار و ناموفق شدند. و همان وقت فهمیدم که گپ در کجا بوده است. چیزی سیومی که فهمیدم، میدانید آن فکر چی بود؟ تو چرا به مسکو آمدی؟ آرزوهایت چگونه بودند؟ در ایام مکتبخوانی آرزو میکردم که در مسکو خوانم. از همه عجیب، در ایام مکتبخوانی من پیانیر بودم، پیانیری بهترین بودم. ما همه آرزو میکردیم آرامگاه لنین، میدان سرخ را بینیم. من یگان خیل دستاوردها، افتخارنامه ها، شان و شهرت را آرزو میکردم. و بناگاه چرا از پی آرزوهایت نمی روی؟ شما تصور میکنید؟ این درک واقعی بود. من دعا میکنم و فکرها پی هم آمدن میگیرند. چرا تو از پی آرزوهایت نمی روی؟ تو چی کار میکنی؟ تو کاری میکنی که تو را از آرزوهایت دور میسازد. با این حال هیچگاه به آرزوهایت نمیرسی. هیچگاه. امروز یک بهانه میابی، پگاه بهانه دیگر و باز همین خیل. سپس صاحب عائله و زن و فرزند میشوی و هیچگاه زندگیت را بهتر کردن نمیتوانی. من این را همان وقت خیلی خوب فهمیدم.
و من به خودم نگاه میکردم. خودم را نمیشناختم. همه جایم افلاس بود. من هیچگاه این خیل نمیگشتم. میدونید یعنی آدم به همه چی عادت میکرده است. من به خودم نگاه میکردم. همه جایم تر بود. همان شب باران میبارید. هوا خنک بود. لباس هایم تر، پای افزالم چرکین. میفهمید؟ این حادثه تخمیناً روزهای 22 یا 23 ماه نوامبر روی داده بود و یا روزهای 21 23 نوامبر بود. حالم بد بود. ریش‌هایم دمیده بودند. من بناگاه از خواب بیدار شدم. در مکتب من خیلی خوب می‌خواندم. در عائله دارا به وای رسیدم. همیشه لباس دلکش می‌پوشیدم و بناگاه خودم را شناخته نمی‌توانستم. چه فلاکتی بود. مثل آوارگان بودم. من فکر کردم تو خودت همین راه را انتخاب کردی. برای همین هیچ کس تو را حرمت نمی‌کند. خودت را اینقدر پست کردی. و همان وقت پای افزالم را کشیدم تا که آبش را ریزم و آبی جوراب‌هایم را فشرده پرتایم و پای افزالم را کشیدم. در حقیقت چرکین بود. در تکش 2 پول 500 روبل چسبیده بود. من شاک شدم. اول فکر کردم که این نکلیک است، ولی دیدم که به پول مانند است. من به وокزال آمدم. آنجا یک اسباب شمال دهک بود. پول را در آن خشک کردم و آن پول را در دست گرفته رفته شکمم را سیر کردم. پیش از همه به سری خوراک خوردم. پول را داشته به خودم وعده دادم خدایا تو به من پول را دادی و این پایه ثروتمندی من خواهد شد. باور میکنید همینطور هم شد. من با آن پول 2 قوطی کبودی خریدم و فروختن کبودی را سر کردم. 1000 روبل بود. 2 پول 500 روبل. از همان لحظه اعتباراً من هر روز چند پولی که کار نکنم همش را پره به خودم صرف میکردم. کوارتیره خوبی را به اجاره گرفتم. بهترین لباس ها را خریدم. چند پولی که کار کنم دوام روز همان 1000 روبل را نگاه میداشتم و باقی همش را به خودم صرف میکردم. من این کار را نفهمیده میکردم و اکنون میفهمم که با همین راه من قوه ادراک، فهمیش و ذهنم را تربیت کردم تا که طرز حیات ثروتمندانه را حس کنم. من به طرفخانه‌های گران ارزش می‌رفتم. در یاد دارم که اکنون کم کم پول داشتم و میبایست تا شام همش را صرف کنم. همان 1000 روبل می‌ایستد. پگاه باز به آن کبودی می‌خرم. باز سودا می‌کنم. تخمیناً 3-4 هفته همین خیر کردم و یا شاید کمی بیشتر. همه روز هر شام 1000 روبل ابتدایی را نگاه می‌داشتم. باقی همه را صرف می‌کردم. چند پولی که کار کنم. لباس‌های خوب می‌پوشیدم. در یاد دارم که 10 کس در یک کوارتیر می‌زیستیم. حالا هم بعضی مهاجران همین خیل می‌کنند. 10 کس در یک کوارتیر می‌زیند. من باشم بعد به خودم تنها یک کوارتیر گرفتم. به صاحب خانه زن پول می‌دادم. او همه جا را تازه می‌کرد. برایم خوراک می‌پخت. همه کارا می‌کرد. مرا می‌پرسید تو بای هستی؟ من می‌گفتم نه بای نیستم، اما می‌خواهم خوب زندگی کنم. و آنگاه من فهمیدم برای خود صرف کردن در کار نیست. انسان باید خوب زندگی کند. خداوند سخی است. ثروت‌های او هیچگاه تمام نمی‌شود. او می‌دهد. درست. او همیشه می‌دهد اگر انسان فهمد. و من همین خیل می‌کردم. در یاد دارم باره به یک تاکسیست گفته بودم مرا در مسکو سیر کنان. او گفت نفهمیدم به کجا. من گفتم به هر جایش ببر. برای هر 1 ساعت به تو 80 روبل می‌دهم. راضی؟ من به مسکو نه برای آن آمدم که در آن بازاری بدبوی نشینم. مسکو را به من نشان ده. این شهر چخل باشد. مرا به هر جایی که ممکن باشد ببر. بعضا ساعت‌ها در تنبه‌های راه‌ها در ماندیم اما پول او را دادم. سپس من بار یک مالدوان را دیدم. او در وокزال ایستاده بود. حالتی او خیلی علم آور بود. حال خودم به یادم آمد. من هم از گرسنگی از پرتاب خوراک یافته خوردم. چون این روزها هم بودن. من او را دیدم و این سخت به دلم تأثیر کرد. روزهای خودم به یادم آمد. و او گفتم گوش کن ای بچه، خوراک خورده ای؟ اشک چشمانش 6 قطار شد. گفتم گوش کن، از بحر خدا تنها میخواهم شکمت را سیر کنم. و او را برده شکمش را سیر کردم و در سرم فکری پیدا شد چرا هر روز این کارو نکنم. من آن 1000 روبل را نگاه می‌داشتم و دیگر همه پولی را که کار میکردم و بیچارگان صرف میکردم. با آنها خوراک خریده میدادم. بعضا روز 400 کس را میخوراندم در یک روز. تصور کردن نمیتوانید. خدا چنان بزرگ است که من یک مرد کار عادی بودم. کسی مرا حرمت نمیکرد، اما خدا مرا چنان شخصی صاحب احترام گردانید که من در آن بازار قهرمان بودم. این راست است. و این آوازه تا گوش خوجین بازار رفت. از این رو او از من خواهش کرد که ادمنستراتور بازار شوم.
بله. аз мардикор то администратори бозор. اکنون خوجین بازار من شدم. من تمام بازار آبتاوی یکلخت را اداره می کردم. به اجازت من یگان ماشین به بازار نمی در آمد. من شخص صاحب احترام شدم. خدا بزرگ است. در قرآن سوره هست با نام انبیا، پیغمبران. در آن درباره پیغمبران سخن می رود. یوسف را از قعر چاه گرفته حکمران مصر گرداندیم و هر کسی که صدقاً به ما عبادت می کند می توانیم همین گونه کنیم. همین گونه سخن می رود. درباره هر یک پیغمبر. موسی را ما بر فرعون پیروز گردانیدیم. هر کسی که صدقاً به ما اطاعت می کند می توانیم همین گونه کنیم. من این را همان وقت فهمیدم. دلخواه کسی که کار نیک می کند پاداشش را می گیرد. کار خیر خیلی مهم است. کار نیک، عملی خیر، نکوکاری، عبادت های تو را قابل قبول می گرداند. من این را امروز شنیدم از قرآن. همین سحر. تصور کنید من چندین سال باز این را می شنوم، اما بعضا برخی جمله ها را شنیده آنگونه می شوم که این را گویا بار اول می شنوم. همین سحر شنیدم. انسان طریق ذکر خداوند و کارهای خیر می تواند به او نزدیک شود. انیخترش ذکر و کار خیرتان را فرشتگان بالا می برند و تو را خواهش و التجای تو کارهای نیکت آنجا می برند. یعنی هر چقدر خوبی کنی به خدا نزدیک می شوی. و من آن وقت نفهمیده این کارها را می کردم. حالا باشد می فهمم. از این رو کار خیر کلید موفقیت است. براستی اگر درست قدم بمانی تو را خداوند راهنمایی میکند. به شبهه همین کارها به من کمک کردند. شاید حالا شما میپرسید که واقعا همین طور بود. من چیزی که بود همان را میگویم. عیناً همین حادثه ها شدند. من سخت عبادت و التجا میکردم و میگفتم خدایا اگر تو کجایی باشی پس حالا سخت به تو نیاز دارم. شاید این سرحد صبر من باشد. نگذار رحم زنم. من جدی مراجعت می کردم و من به آن باور می کنم که وقتی تو مراجعت می کنی سخنانت باید صمیمی باشند و تو باید باور کنی که دعاهای تو شنیده می شود. این خیلی مهم است. و بعد باید باور کنی که دلخواه التجای درستی تو را خدا حتما دیر یا زود اگر صبر کنی حتما دیر یا زود آن را عملی می سازد و به این باید باور کرد. من این را خوب در یاد دارم. از این رو من التجا کردم که خدایا به من صبر ده تا به این همه تاب آرم. من نمیخواهم دوست شوم، نمیخواهم میزده شوم، نمیخواهم باطناً شکسته شوم، نمیخواهم به راه بد روم. احتمال این سرحدی صبر و طاقتم است. از کجا دانم؟ نگذار که شکسته شوم. و همین طور زندگی من یک بار تاب خورد. به حیث فکرانی، به حیث اندیشه ها، انتخاب و غیره. این لحظه کلیدی بودن؟ این یکی از لحظه های کلیدی بود. من با این به آدمان چی گفتن میخواهم؟ در قرآن آمده است با نماز و عبادت صبر و طاقت کنید. تصور میکنید؟ در همه جا اشاره و گوشزدها هستند ولی ما نمیشنویم. من این را تحلیل نموده فکر کردم. یعنی همین لحظه کلیدی و گردشی مهم در حیات من بوده است. اما وقتی دعا کرده پس با راه دیگر رو، نه با آن راه پیشینت. اگر باز مردی کاری میکردم هیچ چیز دیگر نمیشد. پس تغییر یافتن خیلی مهم است. اولی مثلا هنگامی انتخابی بیزنس، انتخابی سمتی آن کدام خصوصیت ها مهمند؟ بله، امکانیت ها و بیزنس های گوناگون خیلی مهمند. مثلا شما به این 200 لیتر را جا کردن نمیتوانید. میفهمید؟ حجم این ظرف همین قدر است. بعضی بیزنس ها همین گونه محصولناکی دارند. مثلا اگر شما تاکسیست باشید و بیرون برایید و کار کنید، تاکسی رانی کنید، یعنی با همین کار مشغول شوید، شاید در یک روز $20 کار کنید و یا احتمال $30، شاید $50، اما $1000 انیق کار نمی کنید. چی کاری که نکنم؟ هر دقیقه آدم کشانی کنید هم اینقدر پول کار کرده نمی توانید، زیرا محصولناکی این بیزنس همین قدر است. بیزنس های گوناگون محصولناکی گوناگون دارند. از این رو وقت بیزنس را انتخاب میکنید باید به یک چند عنصرهای مهم اهمیت داد. یکم بازار انکشاف یابنده را انتخاب کردن در کار. من این را کی فهمیدم؟
من سبب ثروتمندشوی چیچورکین را آموخته بد فهمیدم. یوراسیت را تأسیس داد. او به موج بازار انکشاف یابنده افتاد. آن وقت آدمان بیشمار تلفن‌های موبیلی می‌خریدند. بعد من به مرغولان سیسیمبایف اهمیت دادم. برای چی ثروتمند شد؟ خود او تاریخ حیاتش را نقل می‌کند. وقتی شرکت اپارات‌های ساتوی را می‌خرد، ساتوی با 12 میلیون آن را با 400 و چند میلیون می‌فروشد. برای چی؟ برای آنکه بازار انکشاف یابنده بود. سالهای 2006-2007 انبوهی مردم تلفن می‌خریدند و استفاده می‌بردند. و یا علی بابا، جک ما، انبوهی خطایی‌ها به تمام عالم بار می‌فروختند و او کوپروک ساخت. و یا والبرز، روسیه و یا آمازون و غیره. این بازار انکشاف یابنده است. وقتی تو در بازار انکشاف یابنده باشی میفهمی که این به چی مانند است. این به زورقرانی یا سرفینگ مانند است. در آن بسیار بل زدن در کار نیست و یا دست زدن، تنها تخته را داشتن در کار. خود موج تو را میبرد. در یک ثانیه تو را به ساحل میبرد. من مخصوص رفته همین ساحه ورزش آبی را می آموزم. پیشتر به اقیانوس می رفتم تا آن را آموزم، هرچند خوب شنا کردن نمی توانم. یعنی اول باید به چه اهمیت داد؟ به بازار انکشاف یابنده. این مهم است. وقتی کس در بازار انکشاف یابنده باشد، چنین بازار خطاها را می بخشد. اگر تو پروفسیونال نباشی، گروهت پروفسیونال نباشد و یا سرمایه زیاد نداشته باشی، به هر حال خطاها را می بخشد. یعنی در همه صورت تو فایده می کنی. خواه و ناخواه فایده می بینی. اولین چیزی که باید اهمیت داد بازار انکشاف یابنده است. دوم، باید به خود سوال داد. به محیط خود نگاه کرد. آدمان به چی پول صرف کردن می خواهند؟ باید در این باره فکر کرد. آنها درباره چی گپ میزنند؟ آنها فکرن چی را میجویند؟ چون که آنهایی که در اطرافتند استفاده برندگان میباشند. تنها هوشیار بودند در کار. چرا ارتل ثروتمند گشت، میلیاردر شد؟ یا تخندام قزاقستان، سولپاک شرکت میلیاردر است، چون که پس از پاشخوری اتحاد شوروی گرسنگی بود. ارتل ازبکستان شرکت بزرگ است. برای چی؟ برای آنکه بعضی دهه و ناحیه‌های ازبکستان اکنون امکان خریدن یخدان را داشتند. اکنون باز حالا همه کندیسیونر ندارن. درست؟ بله. اکنون مردم این چیزها را میخرند. برای همین وقت شما بازار انکشاف یابنده را دقیق فهمید، ثروتمند میشوید. قانون همین خیل است. این بازار انکشاف یابنده است. مثال مراد بیلدینگز چقدر شرکتی بزرگ شد. و یا الیت هاوس بود، چی بود؟ گلدن هاوس. برای چی؟ برای آن که بازار انکشاف یابنده اگر 20 سال پیش کار را سر می‌کردند مفلس می‌شدند با ساختمانشان. شاید اگر یگان کسشان 10-20 سال پیش سر می‌کرد حالا سوست پیش می‌رفت. حالا باشد. آنها بیناهای خیلی خوب می‌سازند. پس عنصر یکمی مهم بازار انکشاف یابنده است. بله، فهمیدن در کار. دوم، دقیق فهمیدن در کار که آدمان به چی پول صرف کردن می‌خواهند. سوم، آنچه که حالا گفتم از خود بازار برمی آید، از استعمالگران برمی آید. این خیلی مفید است. شاید تو این کارا کردن نمی توانی، شاید این رو نمی فهمی. یاد می گیری از آسمان ستاره نمی آری که رو بخوان. نتوانی رو بخوان. بعداً به خودت نگاه کن. با مهارت و استعدادت تو از عهده کدام کار می برایی؟ کاری را که از عهده‌اش خوب میبرایی تو را هیچگاه خسته نمیسازند. اکنون بسنج، از این بازار ساخته میتوانی. ادیداس همین خیر کرده است. نایک همین خیر کرده است، چون که او ورزشگر بود و ناراحتی را درک نمود. مثال کراسوفکا برای دویدن و غیره. با دقت بینی بسیار شرکت ها در عالم همین خیر پیدا شده‌اند. یعنی باید کاری را کنی که از عهده‌اش خوب میبرایی و در این اثنا آن کار را از دیگران بهتر میکنی تا که آدمان تو را انتخاب کنند، نه رقیبان تو را. از رقیبان دیده بهتر بودن در کار است. و فهمیدن در کار که چرا آدمان پول میدهند. آدمان در 3 حالت پول میدهند. یکم، همان وقت پول میدهند که اگر از عهده این کار نبرایند.
اگر کاری را خودشان نتوانند آمادند که پول دهند. مثال اگر این خیل تعمیری خوب کرده نتواند پول میدهد. اگر خودش میتوانست پول نمیداد و پسرش میگفت که بیا دو کاسه میکنیم. اگر کس خودش ماشینش را تعمیر کرده تواند پول نمیدهد. یعنی آدمان اگر کاری را نتوانند بعد پول میدهند. دوم آنگاه پول میدهد که اگر وقتش صرف شود. یعنی او میتواند اما این برایش مفید نیست تا خودش کند. و سوم آدمان پول میدهند اگر واریانت بهتر نیابند نظر به آنچه که تو پیشنهاد میکنی. برای همین این شرایط را ساختن در کار و تمام. باید کاری کرد که تو در کار خود از دیگران بهتر باشی. تمام. بعضا از من میپرسند از رقابت نمیترسی؟ من میگویم من به رقابت توف کردم. میگویند چرا؟ میگویم چون که من خوب میدانم که چی کار میکنم. من به کارم خوب اهمیت میدهم و میکوشم از همه بهتر اجرا کنم. یعنی از رقیبانم. تمام. تا که خریدار تو را انتخاب کند. یعنی من توصیه میدهم که به همین عنصرها اهمیت دهید و همچنان به بازارهای جهانی نگرید. و بازارهای جهانی با آدمان چی در کار و به کشور خود نگرید. به مردمتان چی داده می توانید؟ آیا طلبات آنها را قانع کرده می توانید؟ تامین کرده می توانید؟ تمام. با یک سخن بیزنس را همیشه از مارکتینگ سر کردن در کار، از آموزش طلبات و بعد کس باید فهمد آیا این کار را از دیگران دیده بهتر کرده می تواند. اگر نه پس باید آموزد و کار کند. بیایید حساب می کنیم. بازار انکشاف یابنده، ایده یا نو یا به همتا، سری وقتی در بازار پیدا شدن، طلبات موجود بوده استعمالگران، نیروی بلندی انکشاف. مثال کارهایی که من میکنم در 5-10 سال نزدیک خوب انکشاف مییابند زیرا نیروی بلند دارند. بعد مهمش این است که تو آماده باشی و کاری که خوب اجرا میکنی و گروهی که این کار را کرده میتواند. تمام. اگر این عنصرها باشند انسان بیزنسی بهترین میسازد. ساختن بیزنس آسان نیست برای آنهایی که نمیفهمند. ساختن بیزنس خیلی آسان است برای کسانی که این را الکی فهمیدند. یک بچه در یک شهرک اسپانیا در خانه بیبیش مربا خورده است و به او پسند آمده است. سپس از بیبیش طرز آماده کردن آن را یاد گرفته است و سپس آن را مشهور گردانیده است. بیبیش تمام عمر تنها برای یک عائله آماده میکرد اما مشهور نگردانده است. آن بچه فهمیده است که چیز خوب است، سپس آن را در مغازه ها پهن کرده است. پس از چند سال آن مربای مشهوری گشته است و خوب به فروش میرفته است. از این رو وقتی شما محصولات خوبی میسازید باید آن را مشهور گردانید. باید شرم نکنید. در بارش با باوری گپ زنید. فهمش مردم ایسنگه و مردم اروپا و امریکا از یکدیگر فرق دارد. ما فکر میکنیم که اگر با کسی در کار باشد خودش میپرسد. مردم غرب میگویند که اگر محصولات خوب داشته باشی در بارش باید گویی حتی اگر نپرسند هم. برو و بگو وگرنه مردم خبردار نمیشوند. پس درباره بیزنس خود گفتن در کار، درباره محصولات خود به همه گفتن در کار. مایه افتخار داشته باشی افتخار کن. فرض کردیم که حالا بیزنس کشادیم. آن را باید چطور اداره کنیم؟ مشکلی کلان همین است. با چه اهمیت دادن در کار؟ کشادن آسان است. پیش بردن بیزنس دشوار است. اکثریت مردم بیزنس میکشایند. به نزدیک یک نشر ایگرمن را خواندم. او مارکتولوگ رقم 1 در روسیه دانسته می شود. اون نوشته است که آمار روسیه نشان می دهد که 92% بیزنسمن های نو بیزنس کشاده دوام سال آن را می بندند. 92%. باز 2% دیگر دوام 2 سال می بندند. دوام 2 سال 6% می ماند. 94% بیزنسشان را می پوشند. 6% می ماند. کشادن بیزنس خیلی آسان است. اولین سبب باخت نوکاران در آن است که آنها پیش از همه سرمایه خوب ندارند و یا بیزنس را با قرض می‌کشایند، با کردیت یا قرض می‌کشایند. اولین خطای اکثریت همین است. من بسیار تجربه دارم و دیدم. سبب دوم اکثر نوکاران در سر متخصصند نه بیزنسمن. مثال در کجای کار کرده است.
شاید منیجر آید به فروش بوده است یا شاید تکنولوگ یا آشپز یا غیره، فهمیش دقیق ندارد و یا هنوز خوب نپخته است، بیزنس را پورا نآموخته است و رفته بیزنس خود را میکشاید. مثال پیشخدمت یا ادمنستراتور شده کار کرده است و رفته آشخانه میکشاید و یا معلم بوده است و مکتب شخصی میکشاید یا دوزنده بوده است و رفته سیخ میکشاید وابسته به استحصال لباسها و غیره، ولی هنوز بیزنسمن نیست. همچون بیزنسمن فکر نمیراند. او هنوز هم تنها متخصص است. در سر اون متخصص است. از این رو او بای میدهد. برای چی؟ با کشادن کشاد، اما چی طور پیش برد؟ این علاقه مسئله دیگر است. من مصلحت میدیم که بهترش اول 3 چیز را از خود کنند. یکم فکرانی تجارتی. این چیزی دیگر است. کلاً چیزی دیگر است. وقتی انسان متخصص باشد، او تنها طرز محصولات آفریدن را می‌داند. تنها قسمتی محصولات را؟ او تنها محصولات را می‌داند و فکر می‌کند که همه چی را می‌داند. این حتی 10% هم نیست. باور کنید، حتی 10% هم نیست. پیش از همه توصیه می‌دهم که فکرانی تجارتی پیدا کردن در کار. فکرانی تجارتی تنها در محیط تاجران تشکل می‌یابد. در دیگر جا تشکل نمی‌یابد. اگر ادوکات باشی، ادوکات‌ها را می‌شناسی. تاکسیست باشی، تاکسیست‌ها را. اگر بیزنسمن نباشی، آنها را نمی‌شناسی. برای همین اول به محیط آنها وارد شو، به طربخانه و تالار ورزشی آنها برو، به مکان ترینینگ آنها برو. در همین محیط باش، زیرا یگانه چیزی که فکرانی را عوض میکند محیط است. تو علاج دیگر نداری. با ترینینگ آنها در آمده نمیتوانی. پول نداری، پس کتاب هست کو، کتاب خوان. این گونه یوتیوب کانال ها هستند، بی پول تماشا کن. صحبت آنها به شما است، تماشا کن. همین طریق آهسته آهسته فکرانی تجارتی پیدا می شود. اولین کار همین بود. دوم باید منیجمنت خوب از خود کرده شود. قابلیت های تشکیلاتچی را انکشاف دادن در کار. چون این قابلیت خیلی مهم است. منیجمنت را فهمیدن در کار. تا تو با گروه کار کرده توانی. به تنهایی شرکت ساخته نمی توانی. گروه خیلی مهم است. اداره کردن کارمندان این خیلی ضرور است. سوم اداره کردن ریسورس ها. تو باید تصورات دقیق داشته باشی. بهترش اول خان و بعد بیزنس کشا، وگرنه خیلی دشوار است. خطاهای میان شکن میکنی، قرضدار میشوی، بعد تا قرضا را بر میگردانی که عمرت خزان میشود، باطناً شکسته میشوی، فشار روحانی. این کار را کردن در کار نیست. بهترش اول خواندن در کار و بعد رفته با باوری کار کردن در کار. یعنی سوم اداره کردن این ریسورس ها. هر کی بیزنس میکشاید باید فهمد که پول چقدر کار میکند. باید فهمد که این ریسورس را چطور ثمرناک به کار برد. باید خوب فهمد و من راهی کوتاهی را نشان میدهم. اول استاد یابید و بعد بیزنس کشاید. این کوتاه در این راه است. 1 سال کار با استاد 20 سال عمرتان را صرفه میسازد و باز پول زیادی را صرفه میکند. اگر درست کار کنید در 4-5 سال میلیونر میشوید. در 10 سال به پیش حرکت میکنید. این ارزان ترین راه است. نمیفهمم آدمانی را که برای خریدن ماشین، برای لباس، خوراک، تعمیر پول مییابند و یا آفیسی را به اجاره میگیرند گویا این برای حل مشکلات بیزنس یاری میکند. شما چی دیوانه شدید؟ شما قرار قبول میکنید. نه میبل، نه کامپیوتر، نه ماشین. شما با عقلتان قرار قبول میکنید. کامیابی به قرارتان وابسته است. از این رو عاقبت قرار شما یا مفلسی است و یا درآمد. از این رو ما زیادتر قرارهای درست قبول کنیم به هدفمان نزدیک میشویم. اگر بیشتر قرار خطا قبول کنیم از هدفمان دور میرویم. مثلا شما قرار کردید که کردیت میگیرید یا نقطه نوی سودا میکشایید یا تجهیزاتی خریدید که مشکلی داشته است یا به بازار و منطقه نوی در آمدید که بعداً مشکلات زیاد داشته است. نیرو و پول زیادی شما را میخورد. از این برمی آید که با همه گونه قرارتان شما به سطح فهمیشتان توکل میکنید. در کتابم طلسم غالب چنین نوشتم: سرحد کامیابی انسان با سطح فهمیش او معین میگردد. این معنای آن را دارد که ما به حیاتمان آنچه را که نمیفهمیم آورده نمیتوانیم. به حیاتمان تنها آنچه را میاریم که میفهمیم و از دستمان میآید. مثلا کسی بیزنس شد، اداره کنی آن را سر کرد. اکنون آن را فروختر کردن در کار. شما یکچند بیزنس های دارید که صدها مغازه ها دارید. بله. آن را چطور فروخت نمودن ممکن؟ این سیستم است، خیلی مرکب است.
تا سیستم پیدا نشود بیزنس را کلان کرده نمیتوانی. تا بیزنس را جزءاً رقمی نگردانی آن را کلان کرده نمیتوانی. تا بیزنس را بسته‌بندی نکنی کلان کرده نمیتوانی. یک مغازه را اداره کردن کار دیگر است و 10 مغازه را اداره کردن دیگر. این به چی مانند است میدانید؟ درجه دیگری دانش در کار. مثال برای کشادن بیزنس محصولات و مزاج را دانستن بسنده است و برای پیش بردن بیزنس منیجمنت را دانستن در کار. اداره کنی اقتصادی، اداره کنی کارمندان و غیره. و برای کلان کردن بیزنس دانش‌های تماماً دیگر در کار. اگر کس با همان دانشش کلان کردن خواهد انیق مفلس می شود، چون که دزدی می شود، مهلت بار می گذرد، جریمه ها می شوند، خراجات کلان پیدا می شوند. جایی را به اجاره گرفته باید پولش را دهی. پول کار میکنی نمیکنی کسی کار ندارد. اجاره پولی را باید دهی. کسی کار ندارد کارت خوب است بد است. باید اجاره پولی دهی، باید معاش کارمندانت را دهی و این خراجات دائمی است و هر ماهن. یک بار چشمک نزده 1 ماه می گذرد. باز پول دادن در کار. یگان تنگه کار نکرده ای ولی باید پول دهی. برای همین این دانش ها فرق دارند. تنها دانش کلان کنی بیزنس را آموختن در کار. توصیه من چنین است. سیستم کنانی تجارت را آموختن در کار. بعضی ها از من میپرسند چطور میلیونرها را تربیت میکنید؟ من عیناً همین چیز را به شاگردانم میآموزانم. در آموزش سالانه من سیستم کنانی تجارت را میآموزانم. این چی معنی دارد؟ باید سیستمی ساخت که بیزنس به اشتراک تو کلان شود. این مثل درخت است که از آن دانه میافتد و درخت دیگر پیدا می شود. دیرتر جنگل پیدا می شود. جنگل کلان. انا همین است کلان کنی تجارت. این قانون طبیعت است. نگاه کنید. اتم و الکترون ها پیدا میشن و باز الکترون های نو. این قانون است که خداوند به ما چون نمونه عطا کرده است. انسانیت همین خیلی زیاد شده است. 100 سال پیش در عالم 2.5 میلیارد اهالی بود. حالا قریب 9 میلیارد. این قانون عجایب کار میکند. سیستم خود انکشاف یابنده ساختن در کار. و من در این کار پروفسیونال هستم. این کار دوست داشتم. طرفی با قوتم است. من برای شاگردانم بیزنس مدل های عالی می سازم. من استراتژی با قوتم. استراتژی عالی کارکرد می کنم. سپس آن را به بیزنس تبدیل می دهم و طبق همین بیزنس مدل ما آن را کلان می کنیم. همین خیلی بسیار شاگردان من میلیونر شدند. تا حال من 38 شاگرد میلیونر دلاردار تربیت کردم. تخمیناً 5-7 کسشان وقتی آمدن الکی میلیونر بودند، ولی من کمک کردم که 2-3 برابر رشد یابند. مثال آدمی آمد که 3 میلیون دارد، حاضر او 10 میلیون دارد. آدمی آمد که 10-12 میلیون دارد، حاضر او 40 میلیون دارد. همگی در 2-3 سال. دانش‌های کسبی من به انبار تجربه‌های او وارد شد و این آدم 3-4 برابر انکشاف یافت و ثروتش زیادتر گشت. از این رو کلان کنی تجارت توسط سیستم کنانی آن عملی می‌گردد. اینجا دیگر دانش‌ها در کارند. اگر تو دانش نگرفته کار کنی این خطرناک است. این به چی مانند است می‌دانید؟ مثلا یک مثال میارم. راندن دوچرخه در دلخواه راه. برای این دیپلم در کار نیست. دیپلم در کار نیست. بله. اما راندن دوچرخه را چه خیلی یاد میگیریم. میخیزیم میافتیم. این تاکتیک است. این استراتژی است که ما راندن دوچرخه را یاد گرفتیم. درست؟ بله. اکنون آیا با همین استراتژی هواپیما را راندن ممکن است؟ نه. یک بار میافتی و تو دیگر نیستید. درست؟ برای اداره کردن هواپیما دیگر چیزها را خواندن در کار. درست؟ من به بیزنسمن ها میگویم گوش کن، تو هواپیما را اداره کردن میخواهی اما گویا آن دوچرخه باشد. با اصول دوچرخه؟ با اصول راندن دوچرخه. میبخشی این خیل نمیشود. این به تو بازار نیست. در بازار یگان چی را کم کم خریده فروختن دیگر است. مثال بار را آوردی نفروختی هیچ گپ نی، پگاه میفروشی. این را با افتادن و خستن یاد میگیری. اما وقتی تو شرکت میسازی و در مرحله کلان کنی خطا کنی، آنجا گپ سری پول هنگفت میرود. خراجات خیلی کلان است. خدا نکند که تو 20-30 میلیون کردیت داشته باشی، پس تو محو میگردی. من بیزنسمن های زیادی را دیدم که ابدا شکست خوردند و به بازار برگشتن نتوانستند. آنها از سر و گوش زیادند. برای همین هواپیما را با اصول دوچرخه رانده نمی شود. از این رو وقتی کسی میگوید که بیزنس هم را کلان کردن میخواهم، من میگویم که به آموزش سالانه ما بیا، نغزکک بخوان. طوری که آدمان راندن هواپیما را میآموزند، آنگاه برایت آسان می شود. زنده میمانی. آرزوهایت زنده میمانند. به آرزوهایت میرسی، در نیمی راه نمیمانی.
اکثر بیزنسمن هایی که به دانش های پروفسیونالی کار میکنن آینده دور ندارن. آنها تجربه دارند اما آن به کار نمی آید. نظریه دیگر است، عملیه دیگر است، پروفسیونالیسم دیگر است. دانش های پروفسیونالی من دیدم که نظریه جای عملیه را نمیگیرد، عملیه جای دانش های پروفسیونالی را نمیگیرد، هیچگاه نمیگیرد. اگر انسان استاد داشته باشد که او دانش‌های پروفسیونالی دارد، پس برای ساختن سیستم از 3 تا 7 سال در کار است. استاد دانش‌های پروفسیونالی نداشته باشد، هیچگاه سیستم ساختن نمی‌تواند. 100 سال کار کند هم نمی‌تواند. امیدوار می‌شود که با خودآموزی می‌کنم، این خودکشی است. با خودآموزی می‌خواهد هواپیما اختراع کند. از اختراع کردن بهترش رفته راندن آن را یاد گیر. شاید برای اختراع آن عمرت کمی می‌کند. من بعضی آدمان را نمیفهمم. میگویم تلفن خریدی کو؟ رفته دانش هم بخر. چرا کوشش میکنی تلفن اختراع کنی؟ برای این وقت زیاد در کار. و کی کفالت میدهد که این گونه تلفن اختراع میکنی؟ با شما هم فکرم. میگوید که خودم آهسته آهسته. تا خودت آهسته آهسته میروی که بازار تغییر مییابد، میزاج هم تغییر مییابد، ایده ای تو کهنه میشود، محصولاتت کهنه میشود، دیگر فرصت نمییابی، وقت میگذرد.